اگه راحت باشین من سوالا رو خیلی رک کنم چون اصلا بلد نیستم تعارفم حقیقتش. یه موقع اگه عصبانی شدیم فقط ما دستون دردتون. سوال اولی که میخوام بپرسم یه بیوگرافی خیلی ساده اگه لطف کنید از خودتون، محل تولد، خانواده‌تون، بعد دین خانواده، طرز تفکر خانواده‌تون، همسر، بچه‌هاتون بفرمایید. خیلی ممنون میشم. برای این موضوعی که ما میخوایم واردش بشیم هیچ ضرورتی نداره. من درسته 70 سال پیش توی این شهر تهران متولد شدم، تقریبا اصلا درس نخوندم و هیچ استادی نداشتم و در واقع هر کنکاشی در امور انسانی، در علوم انسانی و امور انسانی مسلما نیاز به استاد معین نداره و هر کسی میتونه با مطالعات در زمینه دلخواه خودش به حقایق دست پیدا کنه. بنابراین علوم انسانی گرچه این کلمه علوم در مقابلش خیلی فریبنده است اما اصلا علم نیست، چون مسائل انسانی با نظریه پیش میره. علم ریاضیاته، 2 به اضافه 2 مساوی با 4. شما این 4 سر قله اورست هم همینو دارید، ته اقیانوس‌ها هم همینو دارید، در جنگل‌های آفریقا هم همینو دارید، در دانشگاه‌های اروپا هم همینو. خیلی جالبه چون علم بودن یا نبودن علوم انسانی و هم مباحث انسانی من با بعضی که بحث می‌کردم سر همین به جای خیلی باریک کشیده. خب ممکنه به جای باریک‌تر بکشه ولی این موضوع رو عوض کنید که اونا دلشون نمیخواد توجه کنن به مبانی، خب نکنن، ولی اون کسی که توجه میکنه میدونه که علوم انسانی نه دانشگاه میخواد، نه استاد میخواد، نه راهنما میخواد، نه هیچ. شما ابتدا خودتون تجربه با خودتون معین میکنید و مثلا به این نتیجه میرسید که به مواضع هنر علاقمندید، برید دنبال هنر، یا به مثلا چندپاشای اجتماعی علاقمندید، به سیاست علاقمندید، به تاریخ علاقمندید، به ادبیات علاقمندید. هر کدوم از این علاقه‌ها شما رو به مطالعه یه سری کتاب راهنمایی میکنه و این شما این که با خوندن اون کتاب‌ها برداشت لازم در موضوع مورد علاقتون رو به دست میارید. اگر شما به عالی‌ترین دانشگاه‌های دنیا هم مراجعه کنید و در یک رشته علوم انسانی ثبت نام کنید، وقتی میرید سر کلاس استاد میاد، استاد میگه که این کتاب و این کتاب و این کتاب و این کتاب رو بخوانید و مثلا خلاصه برداری کنید یا نتیجه گیریشو مثلا بازنویسی کنید بیارید سر کلاس. اصولا امور انسانی یا علوم انسانی احتیاج به مراکز تربیت مثلا نظریه پرداز نداره، چون نظریه پردازی از حاصل برآیند مطالعات اشخاص بیرون میاد. استاد نمیتونه بگه شما برید در این باره نظریه پردازی کنید. پس در این حوزه‌ای که صحبتش در جریانه یعنی تاریخ، هیچ مرکز آموزشی به شما کمک نمیکنه مگر خودتون، یعنی با مطالعه اسناد تاریخی موجود در منطقتون، در کشورتون، در شهرتون یا در جهان یک نتیجه گیری میکنید. اون نتیجه گیری ممکن است شما نظریه پردازم بسازه. دینتون مسلمونه دیگه، درست؟ مسلمان خانواده‌تون مسلمان و اهل تهران. از زبانتون هم که فارسیه. چون خیلی شما رو متهم میکنم به این که از سمت عرب ها، از سمت ترک ها اینا به آسیاب اونا میریدید. فرض کنید که من قبول میکنم که هم از طرف عرب ها، هم از طرف ترک ها، هم از نظر اهالی کره ماه تقویت میشم. این چه ربطی داره به این که من ثابت میکنم تخت جمشید یه بنای نیمه کاره است؟ اگر من مثلا از ترک ها پول نگیرم تخت جمشید کامل میشه، یا اگر از عربا کمک نگیرم مثلا نظریه ها باطل میشه. اینا ادعاءهای بچگانه است و خودش دلیل اینه که جوابی برای این نوشته ها ندارن
طبیعی است که بند میکنن این که مثلا شما چرا چند کیلویی مثلا، یا چرا قد اینجوریه، چرا پیرن اینجوریه، یا مثلا فلانی در فلان جا درباره شما گفته فلان، گفته شما خیلی پرخوریم مثلا یا کم خوریم. حرفا در این جور مباحث نظریه پردازی جایی نداره که هر کی هرچی دلش بخواد بگه، چون تأثیری توی این به اصطلاح داده هایی که تا کنون انجام شده نخواهد داشت. همسر فرزندانتون چند تا فرزند دارید؟ حالا به درد این نداره که آن نمیخوره فرزنده، چون آقایون قبلا اعلام کردن که من بچه هامو خوردم. شما خبر ندارید، مثلا من بچه هامو کشتم و خوردم. اگه کشتم و خوردم دیگه بچه ای نمونی. الان فرزندان تو ایران هم خارج هم؟ والا هیچ خبر درست کردن. همسرتون هست؟ اونم خبر درستی داشتن. در حال حاضر من تنها و تنها و تنها زندگی. خب خیلی دوستان با شما هستن؟ نه اون که ذهنیه، عیناً من تنها هستم. فعالیتاتون میشه یه خلاصه ازش بگید؟ از فعالیت این چی؟ یعنی فعالیت‌های کاری، علمی، من از وقتی که یادم میاد توی مسائل فرهنگی و سیاسی فعال بودم. از حاصل فعالیت‌های سیاسی چیز دندانگیری مگر پشیمانی ندارم که یه مش عوام فرید، یه مش مثلا کوته‌فکر رو دنبال خودشون میکشیدن. از حاصل فرهنگی فعالیت‌های فرهنگی هم همین گفتگوهایی که الان من و شما با هم داریم انجام. تو زمینه نویسندگی از قدیم بودید نویسنده بودید یا؟ من از که یادم میاد تو پروژه فرهنگ فعال بودم. تو ادارات دولتی هم بودید؟ اولا به نظرم در تمام عمرم از 10 تا اداره دولتی تو نرفتم، برای که خیلی دلچسبم نیست وارد یه حوزه مدیریتی دولتی بشم و مثلا از دیدن کارهای اونها که سعی میکنن که مراجعه کنن برای سر به اونها و از این کار دارن لذت میبرن، من از اون متنفرم. بنابراین سعی میکنم که حتی امکان کارم با دستگاه‌های دولتی نیفته. تو سازمان میراث فرهنگی هم همکاری مصادفه نمیشه؟ ما که با هم دشمن شدیم، دشمن خونی شدیم. از کارشون اطلاع دارید که چیزی کار میکنن؟ همش به در بریستن تو دریا. استاد معنی فامیلیتون چیه؟ پورپیرا؟ پورپیرا یعنی فرزند گذشته. پیرا یعنی گذشته؟ پیرارسال یعنی چی؟ آها خب الحمدلله یعنی چی؟ ولی شما نظریاتتون مربوط به زمان حاله، یعنی گذشته رو کلا تخریب کردیم اون چیزی که ما ازش میدونستیم. یه انقلابی در شدنی بود و الان یه انقلاب جدید درست کردیم. من تخریب نکردم چیزی رو، من به شما توجه دادم که به شما راست نگفتم. این شمایی که میتونید این برداشت رو از حرفا و نوشته‌های من بکنید یا نکنید. این کار من تخریب چیزی نیست، کار من توجه دادن به اینه که کسانی برای منافع معینی به ملت‌های منطقه دروغ گفتن. کشف این دروغ‌ها از نظر تربیتی و فرهنگی ممکنه روی بعضی ها چنان آثاری باقی بذاره که خودشون رو در سطح مبارزه با این گونه دروغ‌ها جا بدن. یعنی که با وجودی که مردم ما دارن به گذشتهشون افتخار میکنن، حالا یا بوده یا نبوده، داریم یه جوری خودمون رو مثلا دست بالا میگیریم بهش افتخار میکنیم، بچه‌هامون انگیزه میگیرن، قوت قلب میگیرن، بعد شما این نظرت که دادید کلا مردم رو حالت توسریخور رو یه ترکیبی شده مردم. من بر رفتن آب بیفایده است. شما باید این راست چیه دروغ چیه. شما باید از طریق مطالعه، مقایسه و ملاحظه اسناد
تشخیص بدید چه چیزی حقیقته چه چیزی دروغه. اگر تشخیص دادید یه چیزی دروغه، این دیگه بسته به شخصیت شماست که باز هم اون مسئله دروغ رو تعقیب بکنید یا نه. اگر شما قراره خوشتون بیاد که بچه‌تون از یک هویت دروغین پیروی کنه و از داشتن اون هویت دروغین خوشحال بشه، خب برید این کارو بکنید. همه این عقیده شما رو ندارن، میگن هرچی دروغ دور میریزیم ببینیم راستش چی رو داریم جاش. تعارف که نمی کنیم که، یعنی تاریخ نویسی رو بر حسب خوش آمدن و بد آمدن بچه های شما یا هر شخص دیگه که ارزیابی نمی کنن. فقط مسئله اینه که اگر معلوم می شود و می توان معلوم کرد که در زمینه‌های بسیار زیاد به ما دروغ گفتن، برامون دروغ نوشتن، اونگاه از طریق فهم این قضیه شما میتونید برید دشمن شناسی بکنید، بگید این دروغ ها رو کی گفته و چه هدفی رو دنبال میکردن. اینا برای این حرف ها حالا که یه نفر مثلا عاشق حافظه یا خیال میکنه مثلا داریوش مثلا مرکز خوبی های جهان بزرگی به خودش مربوطه. ما میگیم که این کتیبه جعل جدیده. اگر این که اثبات این که این کتیبه جعل جدیده شما رو تحریک نمیکنه که دنبال بقیه دروغا برید، به درد این کار نمیخورید. واسه چرا وقتتون طرف بله. در جز منتقداتون شاید اونایی که در گذشته به عنوان دوست شما شناخته می‌شدن، اونایی که در آینده در زمان حال موقعیتشون تو خطر می‌بینن، یه سری برچسبایی به شما دادن، مثل توده‌ای بودن که حالا فکر می‌کنم شما یه اشاره هم بهش کردین. جواب شما چیه؟ یه توده‌ای حق نداره که در مورد تاریخ مطلب بگه یا نظریه بسازه. منظورش اینه که الان هم همون مسیر رو دارید ادامه میدید؟ داشته باش. همون چی؟ همون مسیر توده‌ای ها، اون افکار توده‌ای که مثلا مسیر توده‌ای چه مسیری؟ اینا میگن که اینا میگن یعنی چی؟ کیا میگن؟ من منتقدم. ما منتقد نداریم. منتقد اونه که در مقابل 10,000 صفحه نوشته‌ای که تحویل گرفته بتونه یه پاراگراف جوابیه بنویسه. منتقد اون نیست که میگه که مثلا شما هر روز صبح که خب برم چرا عطسه میکنه مثلا. این حرفا به درد این موضوعات نمیخوره. این موضوعات نوع به اصطلاح دیالوگ خودشون لازم داره، نه اینکه شما تو ببخشید مثلا فرض کنید که خیلی های دیدم توده‌ای بودن هنوزم هستن، چیزی هم نمی‌نویسن، کاری هم نه به تاریخ دارن نه به سیاست. ببخشید کدومش مهمتر و ارجح‌تره که یه توده‌ای وارد به اصطلاح روشن کردن قضایای راست و دروغ که به فرهنگ و تاریخ و هویتش برمیگرده مشغول باشه، یا یه توده‌ای که هیچ کاری نمی‌کنه، احتمالاً از مسیر پولی که به بانک‌ها سپرده به ارتضا میکنه. این حرفا اصلا به این بحث‌ها چه ربطی داره؟ یه جور فرافکنیه دیگه. میگن که ما خودمون اعتقاد داریم که واقعیت از زبان هر کی باشه باید شنید، باید قضاوت کرد. آخه ما به فرافکنی اونا چه نیاز توجهی داریم؟ خب اینو شما شاید یه عده‌ای که فکراشون به سطح بالاتر فکر میکنی اینا رو میگن، ولی اون کسایی که عوامن تو کوچه بازارن مدارس درس میکنن، بحث مال اونا این بحثا رو نمیتونن جدا کنن. اون که بهشون بگه طرف توده و حزب تودن منحل شده، پس اون کسی این حرفو میزنه به خود اونا اینو باور میکنن. خب باور کنن وقتی اسلام رو که تقسیم‌چی ستوناش کامل میشه تاق میخوره. تو ذهنیات عوام اینطوریه، ذهنیت عموم اینطوریه. حالا من عوام اگر کسی این همه آمیز، من وظیفه ندارم اونو مواظبت کنم و چیزایی بگم که احتمالا موجب رنجش اون نشه. آدم عامی که به این کارا اصلا چیکار داره؟ چرا به وبلاگ رجوع میکنه یا چرا سعی میکنه که ایرادگیری کنه؟ برای عامی بره دنبال زندگی عامیانه خودش. آقا اینجا صحبت عوام نیست، صحبت اینی که خواص بیش از هر عاملی از این بحث‌ها رنجیدن. یعنی وقتی شما یک مستند تحقیقی هیچ کس میدید به یک استاد تاریخ ببینه،
اگر خودش راضی کنه که بشینه و ببینه، سرانجام میگه اینا همش دکور بود، هیچ کدومش حقیقت نبود، این آقا توده‌ای همین حرفا. چون میدونه اگر به فرمان عقل قبول بکنه و اعتراف کنه که آن چیزی که بود به بچه‌ها درس میداده دروغ بوده و حقیقت جای دیگه است، وقت فردا بره سر کلاس چی بگه؟ باید برگرده بره بشین کلاس اول که. بنابراین اون کسایی که در مقابل این نظریه‌ها جبهه گرفتن و ژست میان و حرف مفت میزنن، بیشتر در رده‌های فرهنگی بالادسته. چون اونا مثلا اون کسی که یه جزوه نوشته مثلا راجع به شکوه تخت جمشید، اون چطور بیاد از این مباحث پیروی کنه که چون اگر قرار باشه این کارو کنه اول باید اون جزوه‌های خودش رو اگر چیزش مونده بذاره تو جوبه ها. مشکل ما برخورد با ظاهرا آدم‌هایی است که دارای یه گرید فرهنگی هستن و در مسائل دروغ‌هایی که یهودی‌ها برای ما بافتن در انتشارش نوعی مشارکت داشتن. اونها که از این مباحث می‌رنجه. وگرنه شما اگه مستند تحقیق هیچکس رو در یه خانواده نشون بدی که پدر بزرگ و مادر بزرگ و نوه‌ها و عروس‌ها و دامادا نشسته باشن، پدر بزرگ و مادر بزرگه که هیچ منافعی در قبول راست دروغ نداره، میگه راست میگه بچه‌ها این مستند نشون میده که تخت جمشید کامل نیست دیگه، چون اون چیزیش در خطر نمیفته. اما اون استاده دچار گرفتاری میشه چون میدونه اگر این مستند رو بپذیره خودشو نفی کرده، یعنی گذشته خودشو نفی کرده. ما چندان آدم فراوان نداریم که از مثلا نفی گذشته خودش دچار وحشت نشه. بعضی از اینا من میخونم نوشتی که میدونید داری شما نظریات کیو میخونید، این اسم قدیمیش بوده ناصر بناخواننده. خب وقت باز ستونن و تقریبا چه مثلا تاق و فامیلیتون عوض کردین شما؟ حالا اگه عوض کردم یا نکردم به این مباحث ربطی داره؟ عوض کردم دیگه ربط میدن دیگه. اون هر کی میخواد ربط بده ولی از نظر من ربطی نداره. یکم میخوندم در مورد همین فیلم مستند تخت جمشید که گفته بود از یه زوایر خاصی گرفته شده، یه تلویزیون دیده نشده. شما خودتون اون فیلم رو دیدید؟ بله. همین حرفو میزنیم که اون آقای اجازه نه من اعتقاد ندارم، چون اصلا به زاویه رفتی ندارم. خیلی وقتی که شما شد یه بخشی یه گلی نگاه می‌کنه رفتی به زاویه. گلی که تراش نخورده، بغلیش تراش خورده، 10 تا اونورتر، این زاویه اون مثلا زاویه چیه؟ مثلا ما اون یه گل پلاستیکی ساختیم رفتیم چسبوندیم به اون دیوار ازش فیلم گرفتیم. اینا که اینجوری نیست که کسی که باید ببینید اصولا این ورژن این مباحث اینجوریه. وقتی کسی وارد میشه سوال داره فلان این حرفا، میگیم حالا سوالات نگه داره، برو این سیدی رو ببین و بیا ببین تو چه تغییراتی کردی. اگر کسی تحقیق هیچ کس رو دید و موضع خودشان نسبت به حقانشان تغییر نداد یا به کل تاریخ ایران، اون آدم این حرفا نیست، اون قابل تربیت تاریخی نیست. باید اجازه بدی هر جوری میلشه باید زندگی بکنه، به اصطلاح نون ماست خودشو باید بخوره، به درد این گونه مباحث نمیخوره. یکی از استادای دانشگاهی که سوال پرسیده که نظر شما راضی به آقای پورتیرا چیه، گفته که بزرگترین ایرادی که بهشون وارده اینه که ایشون روش تحقیق ندارن. با چه چون خب دانشگاه ما مثلا تو رشته‌های انسانی با چه مبحثی که میخونن یکی از اولین کتاباش مثلا 4 باید بهشون روش تحقیق بدن، باید با این شرایط به شما تحقیق کنید، اینطوری آمار بگیرید، اینطوری بررسی کنید. میگن اسم این روش تحقیق است. و چون بحث‌های شما روش تحقیق نداره بهش اعتقاد داشت. ببین هر کی اعتقاد نمیخواد نداشته باشه خودش میدونه. ما به مردم نمیگیم معتقدیم. ما اسناد این که چی به نظرمون غلطه به صورت مطالب، به صورت تصاویر، به صورت مباحثه ارائه میدیم. وقتی اینو ارائه میدیم روش تحقیق خودمون رو برای بیان موضوع خودمون رعایت کردیم.
اشکال کار اینجا اینه که این مباحث عرضه شده بسیار کلان. نداشتن روش تحلیل میتونم که هر بحثی وقتی شروع میشه خودش یه روش تحلیل میگیره. منظورتون اینه؟ بله، شما روش‌های تحقیق بر اساس امکان یابی یا امکان سنجی اسناد تغییر میکنه. یه وقت هست اینقدر اسناد فراوانه که شما فقط کافی ریفرنس بنویسید و برید جلو. یا هست اسناد پوشیده شده و مخفی شده رو شما باید بیرون بکشید. این هر دو با یه روش ممکن است. این کارهای فرمی که روش تحقیق باید داشت، بعد هر جا ویرگول لازمه باید ویرگول گذاشت، یا نمیدونم نقل کتاب ها باید کامل باشه، چاپ چندمه، نمیدونم ناشرش. اینا میدونید سنگاندازی هایی است در راه اینکه اگر یک تحقیقی صورت گرفت که مطابق فرموده های دانشگاه یهودی و مسیحی نبود، بتونم بگم نه این تحقیق شما به هیچ درد نمیخوره. یه چرا میگه چون اون ویرگول رو نذاشتید. باید بکنید یعنی عمده رو به خورده میکشانند و مثلا فرض کن میگن که شما باید نظریه‌ای که میپردازید در یکی از مجله‌های تخصصی چاپ کنید تا نظریه شما مورد مثلا اتفاق قرار بگیره یا یه امعان نظری بهش بشه. خب اون مجله مربوطه هم نگاه میکنه ببینه شما چی گفتید. اگر گفته بودید که هر چی شما ساختید برای ما دروغه، که اون چاپ نمیکنه دیگه. پس نتیجتا اینه که شما میرید در محاق سکوت. اینا شگرده، اینا واقعیت نیست، نیاز اصلی نیست. اینا محکم کردن جبهه های خودشونه برای اینکه غافلگیر نشن. چون کی میاد مثلا فرض کنید که ادعای بنده رو راجع به اینکه تمام کتیبه هایی که در ایران قلابیه در یک مجله بین المللی به جهان معرفی کنه؟ کی؟ هم دانشگاه شیکاگو که خودشون کتیبه ها رو کنده؟ خب نه. پس بنابراین گوشتون به این حرفا بدهکار نباشه. باید برید ببینید که این مجموعه اسنادی که در فلان جا در فلان مقاله ارائه شده آیا قدرت طرح و اثبات نظریه رو داره یا نه. اون که ایشون به شما میگه روش تحقیق، منظورشونه که یه جوری تحقیق کن که مواظب من بوده باشی. روش تحقیق معنی نداره که. روش تحقیق اینه که شما یک سوال بدی که یک مطلبی رو زیر شک ببره، یک سوال دیگه بدی که این شک رو تقویت کنه، یک سوال یا نشانه یا مدرک یا مستند دیگه بدی که به کلی موضوع قبلی رو پاک کنه بذاره که نفر یه موضوع جدید بذاره. چون نظریه پردازی های مربوط به امور انسانی فقط حوزه نظریه است. یعنی شما نظریتون رو میدید، دلایلشون میارید، تا زمانی که این نظریه نتواند منکوب بشه و به وسیله نظریه‌های جدیدتر مغلوب بشه، اون نظریه غالبه. مثل همه اون چیزهایی که دور و بر ما میگذاره. بنابراین اینا ابزار دست کسانی هستند که خودشون میدونن به فرهنگ بشری دروغ گفتن و نمیخوان دروغ برملا شه، اما دیر جون میکنن چون برملا شد. در واقع اینا میگن که اگر اون چیزایی که ما میخوایم با این روش تحقیق باید برید، میشه مثلا قانونی، علمی، دانشگاهی. اگه غیر از این باشه میشه مثلا غیر دانشگاهی، غیر مثلا نه همون میگن سال میگونی. حالا اگر او مثلا از طریق دانشگاهی اومده باشه رفته باشه تو نقش رستم یا تو بیستون یا تخت جمشید کتیبه جعل کرده باشه، چون با روش دانشگاهی کرده خیلی هم خوبه، نه اصلا خیلی محترم و مقدسه و شما هر ندارید بگید اینجاش چرا اونجوریه یا اونجا چرا اینجوریه. اینا دکون و حقه بازی و مسخره کردن فرهنگ بشری است. این حرفو در واقع یه سری سوالات هست که جوابش با روش تحقیقی که به اون صورت قالبی ارائه شده گرفته نمیشه، درسته؟ اصلا طرح نمیشه که جوابی گرفته بشه. بله. میگن اگه میخوای به جایی برسی که تا حالا نرسیدی باید کاری بکنی که تا حالا نکردی. یه ایراد دیگه که اون استاد به دانشجوش گرفته بود این که شما تحصیلات عالیه ندارید.
خب من خیلی خوشبختم که به قول ایشون تحصیلات عالیه ندارم، چون اگه تحصیلات عالیه داشتم الان یه دکترا به اتاق خونمون نصب بود که نشان میداد من چقدر به اصطلاح حالو هم، یعنی اون دکترا رو به کسی میده که این دروغ ها رو به عنوان حقیقت قبول کرده باشه. من خیلی خوشحالم که از این گروه نیستم. یعنی کار من الان ابطال دکترا هست، نه دریافت دکترا. بسیاری از این مباحثی که ما طرح کردیم در جهت خلافش شده یه پیپری که روش به اصطلاح اجازه صدور دکترا دادم. این دکتراها رو من دارم حالا جمع میکنم، یعنی نمونه‌هایی هم دارم که میشناسم که هم در خارج هم داخل پس از این مباحث دکتراهاشون انداختن. مثلا تو شومینه هر کسی این کارو میکنه. وقتی که شما با تصویر یا مباحث آشکار کننده میگید اینجا تا 60 سال پیش کتیبه نبوده و حالا کتیبه است، یارو که یه وقتی این کتیبه ها رو مقدس میدونسته میفهمه که چه کلاهی سرش گذاشتن، توف میکنه به روی همه این فرهنگ یهود ساخته. نظرتون راجع به نورالدین کیانوری چیه؟ میتونید ربطی به مباحث چون در مورد شما نوشتنشون گفتن که ایشون یک دروغگوی بزرگی هست که هر جا برسه کلاهی میزنه سر اون، بعد میره سراغ چون حرفای مفت بی ثمره و در این حال به این گفتگوی ما هم ربطی نداره. اونو من در آغاز انقلاب سال 1359 در 7 جزوه دادم که خودش در دادگاه من به عنوان شاهد میگفت که لطمه‌ای که نوشته های این به ما زد دولت شاه نزده. اونها زخمی هست، یعنی مسئله این نیست که اون منو بشناسه یا نشناسه. مسئله اینه که اونا به خاطر نوشته های من موقعیت اجتماعی خودشون خیلی شو از دست دادن. یعنی یه گروه میانی از کادرهای حزب توده پس از خوندن مطالب من که 7 جزوه با عنوان ناریا بود حزب ول کردن و رفتن. اینا هیچ وقت تسلیم پیدا نمی کنن از این قضیه. همیشه اونا مشغول اینن که یه عیب و ایرادی پیدا بکنن که به اصطلاح بشه به یه نحوی به من منتسب کرد. هر کاری دلشون میخواد بکنن. ما بحثمون بحث پولیمیکی نیست، اینا بحثای پولیمیکیه. ما بحثمون اینه که درباره ما چه کسی چی گفته و این گفته یا دروغه یا سندسازی است و راست نیست. روش تحقیق خودتون رو میگید؟ من هیچ روش تحقیق ندارم. من اسناد به دست آمده رو عرضه میکنم، شرح میدم و انقدر ساده است موضوع که فهمش احتیاج نداره از یک کانال به خصوص انجام شد. هر کسی که این مطالب بخونه یا اون مستندها رو ببینه وارد حوزه شک نسبت به داشته‌های تاریخی خودش خواهد شد. روش نمیخواد. این حرفای به اصطلاح ساختگی برای کنترل اظهار نظر. نه، من منظورم روش تحقیق مورد نظر دانشگاه نیست. منظورم اینه که الان مقاله‌ای که فرضاً برای چند روز بعد میخواد بنویسید، اون مطالبی که میخواد جمع آوری کنید از کجا؟ هرچه باید که متوجه شدم چی میخواد بگیم. این روشی که یا تنها روشی که در مقابل هر کسی قرار میگیره که بخواهد یک مبحث کلان را پیش ببره، نه یک مبحث خردو، اینی که این یه پایگاه اولیه تشخیص درست داره. یعنی او میدونه که پوریم در منطقه ما به وقوع پیوسته. اون مورخ یا محققی که میدونه پوریم رخ داده و از پس پوریم حتی یه زن و مرد هم باقی نمونده که تولید مثل کنن، او وقتی این بیس اولیه و چارچوب نخستین رو داره خیلی کارش راحت. یعنی اگر میدونه و باور کرده و دلیل داره و مطمئنه که در فاصله بین اجرای پروژه پوریم
تا ناصرالدین شاه در مملکت ما انسان متمدن و متمرکز نیست، این تحقیقات خودش رو بر اساس این فهم اولیه تنظیم میکنه. بنابراین اگر شما مثلا میگی ابن سینا ببینیم چی گفته بوده، ابن سینا کیه؟ مگه ممکنه در سرزمینی که انسان وجود نداره ابن سینا وجود داشته باشه؟ یا میره دنبال مطالب دیگه‌ای که ثابت میکنه مثلا در فاصله 2200 سال در این سرزمین نه جاده هست، نه پل هست، نه کارمسرا هست، نه مسجد هست، نه آبنبار هست. وقتی این ضمایر مادی نیست، اون وقت میپرسه که برای چی اینجا انقدر قفره و زندگی هیچ اثری از خودش باقی نداشته از فلان تاریخ تا فلان تاریخ. این یه حوزه اصلی داره برای تفکر و کار که هر چیزی رو باید در اون حوزه اصلی بسنجه، یعنی فقدان تجمع انسانی در ایران پس از پولین تا زمان ناصرالدین شاه. هر کسی که این مطلب رو فهمیده باشه درک این به اصطلاح دنباله های موضوع براش ساده است. هر کسی که نه بگه که چطوری ممکنه همه رو کشته باشن که یه زن مرد نمونده باشه، اون باید بره به کلی بیرون یا مطالعاتش رو تقویت بکنه. بنابراین روش تحقیق نیست که اینجا کار رو به سامان میرسونه. استحکام یا بی استحکامی اسناد و ادله و هست که میتونه نظریه رو محکم سر جاش بچسبونه یا اینکه او رو به دست باد بسپره بره در مثلا یه قوله فراموشی. اینجا صحبت روش نیست، اینجا صحبت آشنا کردن با مبانی است. یعنی شما چند تا بنیان رو باید تکلیفتون رو باش روشن کنید، بعد وارد. یکی اینی که هیچ تجمع انسانی در ایران بعد از پولین تا ناصرالدین شاه تجمع انسانی متمدن وجود نداره. هیچ ترکیبات نشانه تمدن یا تولید در ایران در همین مدت نیست. از چه خدمتون که شما وقتی شهرهای ایران یا مثلا یکی از رؤوس قضیه اینه که شهرهای ایران از 175 سال پیش از روی زمین بالا اومدن، قبل از اون نبودن. آخه سرزمینی که تو شهر نیست این حرفا به چه درد میخوره؟ ابن سینا چنان فرمودن، شاعر چنان گفت. این شاعر کجا زندگی میکرده؟ وقتی شما میدونی که شیراز یه شهری است که 200 سال پیش تازه سنگ بناشو گذاشتن، حق داری بپرسی که خب پس حافظ از کجا میدونسته که شیراز کجاست که گفته خوشا شیراز و این مثالش. این احتیاج به روش نداره، اینا عرضه مبانیه. یعنی میگه شما ادعای داشتن فرهنگ، ادعای تجمع، ادعای شهرنشینی، ادعای به اصطلاح شعر، ادعای نظریه پردازی در امور فلسفی، در امور کائنات، اینا نکنید، برای اینکه شما مبانی و زمینه‌های لازم را ندارید.